ابلیس، اخم و بداخم روی تختش لم داده بود. قرنها فریب دادن انسانها برایش کسل کننده شده بود. تصمیم گرفت تغییر بزرگی ایجاد کند. اعلام کرد که می‌خواهد حراجی بی‌نظیری برگزار کند. اجنه و ارواح کنجکاو برای تماشای این اتفاق عجیب به سمتش هجوم آوردند. ابلیس با غرور و تکبر پارچه‌ای را از روی اجناسش کنار زد. غرور آینه‌ای درخشان بود که زیبایی و تحسین همگان را به صاحبانش وعده می‌داد. نفرت ماری سمی بود که انتقام و رضایت از نابودی دشمنان را نوید می‌داد. ترس بادی سرد و هولناک بود که از خطرات پنهان در هر گوشه‌ای نجوا می‌کرد. بوی آشوب و تباهی در فضا پیچیده بود و هیجان عجیبی در میان جمعیت موج می‌زد. ابلیس با صدای رسا گفت: این آینه شما را به تحسین شده ترین فرد تبدیل خواهد کرد. اما حواستان باشد بهای آن از دست دادن خود واقعیتان است. زن جوانی مسحور انعکاس تصویرش در آینه به سمت جلو قدم برداشت. آینه را برداشت، غافل از اینکه آینه فقط پوسته‌ای توخالی از او را نشان می‌دهد. زن غرق در تصویر خود اسیر غرور شد. ابلیس در ادامه مار سیاهی را بالا گرفت که صدایی حس مانند از خود ساطع می‌کرد. با صدای خشن گفت: نفرت انتقام از دشمنانتان را به شما هدیه می‌دهد. اما قبل از هر کسی شما را با زهر خود مسموم خواهد کرد. مردی که زخم‌های کهنه‌ای بر دل داشت به سمت مار دراز شد. مرد غرق در نفرت اسیر تلخی‌های خودش شد. او به همه چیز و همه کس حمله می‌کرد، اما بیش از هر کسی به خودش آسیب می‌رساند. ابلیس گویی شیشه‌ای را که ترس در آن می‌چرخید در دست گرفت. با صدای آرام و مرموز گفت: این گوی شما را از همه خطرات حفظ خواهد کرد. اما حواستان باشد، این گوی شما را از زندگی واقعی هم دور نگه خواهد داشت. تاجری پیر در حالی که کیسه طلایش را محکم در دست گرفته بود، با فکر از دست دادن همه چیزش به خود لرزید. با اشتیاق گوی را از دست ابلیس کاپید. تاجر فلج شده از ترس در خانه خودش زندانی شد. طلایش نمیتوانست شادی و آزادی را که ترس از او دزدیده بود بازگرداند. ابلیس تازیانه آتشین را که با انرژی خاصی جرقه میزد بیرون کشید. با فریاد گفت: خشم به شما قدرتی میدهد تا بر هر مانعی غلبه کنید. با این حال همه چیز را در مسیر خود از جمله خودتان را نابود خواهد کرد. جنگجویی جوان که آتش فتح و پیروزی او را به آتش میکشید تازیانه را گرفت. تازیانه در دستش نبض میزد و گرمای آن روحش را میسوزاند. جنگجو کور شده از خشم به نیروی ویرانگر تبدیل شد. خشم او را به طور کامل در بر گرفته بود و جز خاکستر چیزی از او باقی نمانده بود. ابلیس صندوقچه‌ای بی انتها را که پر از طلا بود به نمایش گذاشت. با خنده‌ای تمسخرآمیز گفت: ثروتی فراتر از رویاهایتان را به شما نوید می‌دهد. اما حواستان باشد، این ثروت هرگز شما را سیر نخواهد کرد. تاجری ثروتمند در حالی که چشمانش از حرص می‌درخشید به سمت صندوقچه دراز شد. صندوقچه با وجود اینکه لبریز از سکه‌های طلا بود، در دستانش به طرز عجیبی خالی به نظر می رسید. تاجر که در کام طمع فرو رفته بود، خود را در آرزوی همیشگی برای ثروت بیشتر یافت. ثروتش هیچ لذتی برایش به ارمغان نمی آورد، فقط حفره‌ای خالی در وجودش ایجاد می کرد که هیچگاه پر نمی شد. ابلیس نقابی را بالا گرفت که چشمان زمردینش از حسادت می سوخت. با صدای آرام و وسوسه انگیز گفت: حسادت تمام آنچه را که ندارید به شما نشان خواهد داد. دانشمندی که به دستاوردهای همکارانش حسادت می‌کرد، با تردید نقاب را گرفت. همین که نقاب را به چهره زد، دنیا در نظرش دگرگون شد. همه چیز به رنگ سبز بیمارگونه‌ای درآمد. دانشمند در حالی که نقاب حسادت را بر چهره داشت،
با ترکیبی از خشم و آرزو به همکارانش نگاه می‌کرد. دستاوردهای خودش در نظرش بی‌ارزش جلوه می‌کردند. دانشمند غرق در حسادت نسبت به موفقیت‌های خودش کور شده بود. نقاب دیدگاه او را مسموم کرده بود و او را در نارضایتی دائمی فرو برده بود. ابلیس با لبخندی شیطنت آمیز شیشه قلبی شکل را که حاوی معجونی صورتی رنگ بود نشان داد. او با نگاهی نافذ و پر از فریب به مرد جوان خیره شد. با صدای اغواگرانه گفت: شهوت شبی فراموش نشدنی از لذت را به شما وعده می‌دهد. اما حواسدان باشد، این شعله‌ای زودگذر است که جز خاکستر و پشیمانی چیزی از خود باقی نمی‌گذارد. صدایش همچون زمزمه‌ای در گوش مرد جوان پیچید. مرد جوانی که تحت تأثیر هوس‌هایش قرار داشت، به سمت شیشه دراز شد. دستانش لرزان و چشمانش پر از اشتیاق بود. همین که معجون را نبشید، آتشی در درونش شعله‌ور شد و او را با نیازی سوزان در خود غرق کرد. این آتش هر لحظه شدیدتر می‌شد. مرد جوان که در کام شهوت فرو رفته بود، به سمت چهره‌ای سایه‌وار که در حاله‌ای از عقواگری پوشیده شده بود، دراز شد. او دیگر نمی‌توانست خود را کنترل کند. چشمانش از هوس می‌درخشید و چهره‌اش ترکیبی از ناامیدی و لذت زودگذر بود. این احساسات متناقض او را به مرز جنون می‌کشاند. آتش درونش شعله‌ورتر می‌شد و خواهان بیشتر بود و با هر برخورد او را تهی‌تر از قبل می‌کرد. هر لحظه که می‌گذشت، او بیشتر در این آتش می‌سوخت. او برده هوس‌های خودش شده بود و برای همیشه به دنبال رضایتی بود که هرگز نمی‌توانست آن را به طور کامل بیابد. این جستجوی ناامیدانه او را به ورطه نابودی می‌کشاند. در نهایت، ابلیس ارزشمندترین ابزار خود را نمایان کرد، تاجی سنگین که حاله‌ای از سلطه از آن ساطع می‌شد. با صدایی رسا گفت: قدرت، کنترل سرنوشت خود و توانایی مطیع کردن جهان به اراده خود را به شما می‌دهد. این تاج نماد همه چیزهایی است که می‌توانید به دست آورید. اما مراقب باشید، زیرا باری سنگین است که می‌تواند حتی پاکترین قلب‌ها را فاسد کند. این قدرت می‌تواند شما را به سمت تاریکی بکشاند. رهبری کاریزماتیک که آرزو داشت جهان را به شکلی که می‌خواهد درآورد، به سمت جلو قدم برداشت. او می‌دانست که این تاج می‌تواند همه چیز را تغییر دهد. همین که تاج را بر سر گذاشت، لرزه‌ای بر اندامش افتاد و احساس قدرت مست کننده‌ای وجودش را فرا گرفت. او احساس کرد که می‌تواند هر چیزی را به دست آورد. رهبر کاریزماتیک که اکنون با تاج قدرت مزین شده بود، با ابهتی مثال زدنی به جمعیت نگاه می‌کرد. او می‌دانست که همه نگاه‌ها به اوست. نگاهش که زمانی گرم و دلسوز بود، اکنون رگه‌هایی از سردی را در خود داشت. این تغییر به وضوح در چهره‌اش نمایان بود. رهبر، مست قدرت، به تدریج از آرمان‌های اولیه خود فاصله گرفت. او دیگر همان فرد سابق نبود. تاج به قفسی تبدیل شده بود که او را در چرخه‌ای از پارانویا و سلطه جویی گرفتار کرده بود. او احساس می‌کرد که دیگر راه بازگشتی ندارد. ابلیس در حالی که صدایش را به زمزمه‌ای توطئه‌آمیز تبدیل می‌کرد، اعلام کرد: و حالا نوبت به شاهکارهای من می‌رسد. او قفسی زنگ زده با برچسب ناامیدی و آینه‌ای تاریک با برچسب افسردگی را نمایان کرد. با خنده‌ای تمسخرآمیز گفت: اینها مؤثرترین ابزارهای من هستند. آنها به آرامی و با حیله‌گری عمل می‌کنند، تردید را در دلها می‌کارند و درد را تشدید می‌کنند. ابلیس توضیح داد: ناامیدی شما را متقاعد می‌کند که همه چیز از دست رفته است، اینکه هیچ دلیلی برای مبارزه وجود ندارد. افسردگی شما را به بدترین دشمن خودتان تبدیل می‌کند و افکارتان را علیه خودتان برمیگرداند. این ابزارها کسی را مجبور به انجام کاری نمی‌کنند. آنها فقط کاری می‌کنند که مردم خودشان تسلیم شوند که به تجربه دریافتم بسیار مؤثرتر از هر نیروی خارجی است. ناامیدی و افسردگی سلاح‌های زور و اجبار نبودند.
آنها ابزار ویرانی خاموش بودند که به آرامی روح انسان را می‌خوردند تا جایی که جز پوچی و تسلیم چیزی باقی نمی‌ماند. این ابزارها به تدریج و با دقت عمل می‌کردند، مانند سم آهسته‌ای که در رگ‌ها جریان می‌یابد و هر ذره از امید و اراده را از بین می‌برد. ابلیس با نگاهی پیروزمندانه به کارهای خود نگریست و گفت: این شاهکار من است و هیچ کس نمی‌تواند از آن فرار کند.